سلام. رئیس جمهور غنی اسدالله خالد و مسعود اندرابی را به صفت نامزدان وزارت دفاع ملی و امور داخله تعیین کرد. خالد و اندرابی اکنون به طور سرپرست در این دو وزارتخانه ایفای وظیفه می کند. شورای امنیت ملی گفته است طالبان مسلح در یک ماه گذشته نزدیک به 1500 حمله انجام داده است که 129 فرد ملکی را شهید و 291 تن دیگر را مجروح کردند. نماینده ملکی ناتو میگوید حملات طالبان بزرگترین مانع آغاز مذاکرات بین الافغانی است. وی افزوده است که طالبان باید خشونت را کم و با گروه‌های تروریستی تماس‌هایشان را قطع کنند. برنامه دسترخوان ملی در 34 ولایت کشور به منظور توزیع مواد خوراکی به 90% مردم آغاز گردید. رئیس جمهور کشور حین افتتاح این برنامه گفت هر فرد که در این برنامه فساد کند از پا آویزانش خواهد کرد. و شماری از معترضین در کابل راکت پراگنی‌های پاکستان بالای کنر را محکوم کردند. این معترضین به طور اعتراض بر دروازه سفارت پاکستان رنگ سرخ پاشیدند.